المان تکست بلاک که ما اینجا داریم برای افزودن متن به صفحه‌مون استفاده میشه. کافی است برم اینجا این رو درگ کنم و قرارش بدم اینجا. خب همونطور که میبینید یه متن انگلیسی اینجا قرار گرفت. من از این بخش، یعنی از این سمت راست، میتونم این متنم رو بیام و ویرایشش بکنم. خب این متن انگلیسی رو که البته انگلیسی هم نیست فکر میکنم، یا یک زبان دیگری است، بخشی جاش نصفش انگلیسیه نصفش فکر میکنم آلمانیه، چیز دیگری است. به هر حال اینو ما پاکش میکنیم، کاری نداره به این متن خارجی. اون متنی که از قبل آماده کردم رو حالا من از اینجا کپیش میکنم و اونجا پیستش میکنم. و اینو کپی میکنم میام اینجا. خب در همین سمت راست اینجا من اینو پیست میکنم. میبینید متنم به شکل خودکار اینجا اضافه شد. خب حالا دو تا نکته بگم خدمت شما. ببینید اینجا ما یه سربرگ دیداری داریم، یک گزینه هایی هم هست اینجا برای تغییر سایز فونت و تنظیمات متنمون. اینجا یه سربرگی هم داریم به نام متن. من میتونم بیام اینجا کدهای HTML و CSS وارد کنم که رنگ متن و سایز فونت و اینها رو تنظیم بکنیم. اما ما نیازی به این کارها نداریم. یه راه ساده تری هم هست برای انجام تنظیمات متن بدون اینکه اصلا بخوایم وارد بحث کد نویسی بشیم. این بالا 3 تا سربرگ داره، یکی عمومی، گزینه‌های بیشتر، دیزاین. میرم روی دیزاین. خب اولین کاری که میخوام بکنم این متنم رو میبینید اینجا این انتها در واقع 2 تا خط پایین نچسبیده به این انتها. اصطلاحا متنم از 2 طرف تراز نشده، میخوام ترازش کنم. خب میام اینجا روی دکمه متن کلیک میکنم. از این گزینه‌های اینجا این گزینه آخر رو میزنم که اصطلاحا میبینید که جاستیفای شد، چسبید به این انتها. سایز فونت هم رو میخوام افزایش بدم. خب همینجا میام این پایین یه گزینه داره اندازه قلم، مثلا میذارم 16 پیکسل. خب 16 کوچیک‌تر شد، این رو میگیرم میذارمش روی 20. میبینید که درشت تر شد. و اگر میخوام رنگش رو تغییر بدم، از این قسمت رنگ میتونم بیام و رنگ در واقع این نوشتم رو تغییر بدم به این شکل. رنگش هم میتونم تنظیم کنم. خب این تنظیماتی که اینجا بود مال این قسمت متن بود. میبینید اینا همه مال قسمت متن بود، اندازه قلم و چیدمانش و رنگ و اینها. حالا من میخوام بک‌گراند یا زمینه متن رو تغییر بدم. خب میام روی این قسمت بک‌گراند دیگه، خیلی ساده است. اینجا رنگ زمینه رو من از اینجا انتخاب میکنم، یه رنگی که حالا به اینجا بخوره، مثلا همین رنگی که گذاشت. یه جای خالی کلیک میکنم، این هم میشه رنگم. خب میخوام یه کادری دور این متنم قرار بدم. خب میام اینجا و از این قسمت بوردر، میام از قسمت بوردر اینجا یه بار کلیک میکنم. بوردر استایلش رو میگیرم میذارم رو حالت ساده مثلا. خب اینجا اولا باید ضخامت کادر رو تعیین کنم. ضخامت چقدر باشه؟ مثلا میذارم 5 پیکسل از سمت چپ. الان میبینید از سمت چپ یه بوردر اینجا افتاده کادری. میخوام از 4 طرف بیفته، روی این گزینه اینجا کلیک میکنم، از هر 4 طرف کادر آبی رنگ قرار گرفت. حالا رنگ کادر رو میخوام تغییر بدم. خب از قسمت رنگ حاشیه میتونم بیام رنگ کادرم رو تغییر بدم، مثلا در رنگی که دلم خواست بگذارم براش. خب حالا چه رنگی بذاریم که بهش بخوره؟ حالا مثلا یه همچین رنگی هم برای کادر میذاریم بهش. خب میخوام گوشه های کادرم گرد بشه. خب اینجا میام این رو میگیرم میذارم روی 10 پیکسل قسمت بوردر ردیوس رو و همونطور که میبینید گوشه ها هم یه مقداری گرد شد. میتونم بزنم رو 20 گردتر بشه. خب نکته بعدی همونطور که میبینید اینجا در واقع این متنم خیلی اومده چسبیده به این کادرم، به این گوشه ها. خب برای اینکه فاصله بگیریم باید از همون پدینگ استفاده کنیم که پدینگ در قسمت اسپیسینگ هست.
میام اینجا از قسمت پدینگ که میذارم مثلا 10 پیکسل و اینجا روی این دکمه کلیک میکنم و از هر 4 طرف 10 پیکسل فاصله گرفت و علاوه بر اون میتونم سایه هم بزنم به در واقع بلاک متنم. از قسمت باکس شادو میام این سایه افقی رو ابتدا تنظیم میکنم، بعد هم سایه عمودی رو تنظیم میکنم. منتها رنگش هم میتونم اگه بخوام از اینجا انتخاب کنم، یه رنگی هم برای سایه هم بذارم. همونطور که میبینید مثلا یه رنگ اینجا قرار گرفته. حالا این رنگ رو اگر بخوام محو بشه روی این قسمت بلر روی 10 پیکسل کلیک کنم، رنگ سایه هم یه مقدار محو‌تر میشه. اینم از بحث سایه زنی و اینکه اصلا میتونم انیمیشن هم اعمال کنم. توی انیمیشن من کلیک کنم و میام اینجا خب مثلا میزنم ظاهر شدن از مرکز. میبینید یه افکت انیمیشن اینجا اضافه میشه، ظاهر شدن از چپ. اینها دیگه همه دست شماست که میتونید تنظیمات رو انجام بدید. به این شکل میتونید شما مثلا یه بلاک متن قرار بدید. اگر بخواید خروجی کار رو ببینید، بخواید ببینید صفحتون چطوری هست، روی این چشمی که اینجا هست یه بار کلیک بکنید، خروجی رو به شما میده که به چه شکل خواهد بود. میبینید این الان صفحتون به این شکل خواهد بود. البته فراموش نکنید که وقتی این کار رو انجام دادید، تنظیماتتون رو انجام دادید، حتما روی این به روی رسانی کلیک بکنید تا صفحتون به طور کامل ذخیره بشه. به این شکل شما میتونید یک متنی قرار بدید در صفحتون.